لی باشور کردستان بهای 1 لیتر بنزین زیدهی 1000 دینار عراقی گو وی که ولاتی بیزار کرنه. حکومت باشور کردستان جی دبیجه جبو چاره سرکرنا و پرسگره که و داخوازیک آراسته حکومت عراقی گریه. لباشور کردستانی بهاین بنزینی گرانه حکومت باشور کردستانی جی وهاد بیجه ریجه پترول خام که حکومت عراقی ددمه جبو هلبرینا بنزینی کیمه نها لباشور کردستانی بهاین لتره که بنزین زیده 1000 دیناریه لهنک بنزین خانه یان حکومت به بهاین کیمتر داباشت که و دوی آجوکار هنک جاران زیده 5 ساعتان لسر دورا خواب سکنن حکومت باشور کردستانی و عراقی لحف کرنه گوروجانه نفتا هندرکرنی و فروتنی رادستی حکومتا عراقی بکن. لگوری لحفکرنی دوی باشوری کردستانی روجانه 5000 برمیل نفت لجم خواه بهیله. جبو دابین کرنا پیوستی نافخویی ینوکی بنزین نفتا سپی و گازی. وزارتا سامانین سرشتی حکومتا باشوری کردستانی دبیجه که روجانه 5000 برمیل جبو دابین کرنا پیوستی نافخویی کردستانی کیمه و داخواز جبخدایی کرنه که وی ریجه بلند بکن که روجانه ببه 65,000 برمیل. هر وها دبیجه گو به 50,000 برمیل نفتا روجانه 1,500,000 لیترین بنزینی تین هلبراندن. ددمکه ده گو پیدویا باشوری کردستانی روجانه به 3 ملیون لیتر بنزین هیا. غالب محمد راگهان گو لبغدایی بنویسه که فرمی داخواز جدسته یا دست پاقجی عراقی کریه گو لیکولینا لزگین لسر پرسا 5,000 برمیل نفتا ترخان کری جبو باشوری کردستانی بین کرن. محمد دست نشان کر گوتوی حکومتا عراقی او 50,000 برمیلی نفتا گوش بو پیوستیان افخوی ده حکومتا باشوری کردستانی ببره و عراق بخواه بنزینش بو آجوکارین کردستانی دابین بکه. بنرخی 405 دینار جبو هر لتره یکی و برمیلکه نفتا سپیا مالان ب 31,000 دیناری. یان جی دوی حکومتا عراقی حکومتا باشوری کردستانی نچار بکه که دوی نرخی بنزینی به همان نرخین بنزینگه هندن این عراقی بده آجوکارین کردستانی که نرخی لجموان تنی 405 دیناره. جعالی یکی دن و پارلمانتری روتا هلوست ده پارلمانتویا کردستانی ده علی حمد صالح راگهاند که سدما گرانبونا نرخی بنزینی لباشوری کردستانی جبروی یکیه که حکومتا باشوری کردستانی روجانه بسدان تانکرین بنزینی هناردهی ولاتاند که.